موشکافای عزیز سلام، شب و روز همگی به خیر. آقا این مذاکرات لکنتی ولایت مثل جاده هراز همینجوری داره پیچ میخوره. بعد از کلی کلنجار زلیلانه تو مسقط، حالا هر کی از ره میرسه یه حرف بیشتر نداره. حرفم اینه که کشکم نصیب تیم مذاکره کننده نشده. مذاکرات مسقط در نهایت در شرایطی پایان یافت که به نظر می‌رسد اختلافات اساسی بر سر موضوعات کلیدی همچون تحریم‌ها و غنیسازی باقی است. حرف طرف حسابا هم اینه که این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست و هسته‌ای مسته‌ای هم منتفیه. ما همچنان به تلاش برای رسیدن به توافق امید داریم، زیرا این به نفع جهان است، اما ما نمیتوانیم به هر توافقی برسیم. ما تلاش میکنیم برای نزدیک شدن به این توافق اندیشمندانه عمل کنیم، اما این کار آسانی نیست، بلکه دشوار است و ما امیدواریم ایران در همان مسیری کار کند که ما کار میکنیم. حالا تو این وانفسا بویی که دماغ ولی فقیه رو برداشته بوی تمدید مذاکراته. گمان زنی ها حاکی از آن است که در این مدت رسیدن به توافق نهایی از بخت کمتری برخوردار شده و احتمال تمدید مذاکرات و توافق در مدت زمان بعدی قوت گرفته است. بعد تو همین فرق پاره باز صابون تمدید مذاکرات رو میزنه به دل عظما تا با این وعده‌های سرخرمن بدبختیاشو فراموش کنه. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابعی گزارش داده است که حصول توافق هسته‌ای تا روز 3 آذر بعید است و طرفین احتمالاً توافق موقت جدیدی مشابه توافق ژنو امضا می‌کنند. رویترز به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی بینام نوشته است: آنچه بیشتر محتمل به نظر می‌رسد این است که به نسخه‌ای مشابه اما با جزئیات بیشتر از توافق ژنو برسیم که برای مبارزه با رکود اقتصادی در ایران کافی باشد و در عین حال مهلت مذاکرات بر اساس آن تمدید شود. این دلخوشی‌ها دردی از ولی فقیه دوا نمی‌کنه. حکایت همون بوی کباب و خرداغ کردنه. تمدید مذاکرات یعنی داغ کردن خر ولایت رو آتیش تحریما، یعنی تحریم مضاعف، یعنی عظمای شیره‌ای هم چوبو میخوره و هم پیازو، یعنی اول بزبیاری ها، یعنی ته خط.